میگه یک دوره‌ای بیاد مردم حیارا سکارا بشن، حیران سرگردان بشن، حب سرگردون خورده باشن، مثل یه آدم مست ندونن چی کنن. حیارا سکارا، آدم مست وقتی مست میشه گاهی آدمو بغل میکنه ماتش میکنه، گاهی چاقو روش میگزه، گاهی قاه میخنده، گاهی گریه میکنه، گاهی به زمین میفته، گاهی میدوه. مردم در دوره آخرالزمان گاهی شب 19 ماه رمضان قرآن رو سر میگیرن داد خدا میزنن، گاهی صبح 24 ماه رمضان 7 آیه قرآن که راجع به رباست تو بازار و خیابون زیر پا میگذارن، گاهی قرآن میبوسن رو سر میگذارن، گاهی 15 آیات حجابشو تو خانه زیر دست و پای دخترها و زناشون له میکنن. حیارا سکارا لا مسلمین ولا نصارا، اینا نه مسلمونن نه مسیحیان، اصلا معلوم نیست اینا چه دینی داره. اینو پیغمبر اگر مسلمونین کتاب رسمی اسلام چیه؟ قرآن. چرا عمل نمی کنین؟ حدیثه و از نظر جنبای تبلیغی خوندم، خواستم شب 19 ماه رمضان با این حالت خستگی آخر شب و بعدی همه منبرا در این حال با این پهلوام که درد میاد داد بزنم توی جمعیت بگم علی جان ببین دادم و زدم نشنیده، فریادم و میزنم علی جان اعتنا نمی کنه، علی جان با هر زبونی نصح و نصیحت به شیعات میکنیم گوش نمیده. به خدا از بس امام زمان رو دوست دارم بی اختیار میشم گاهی دستم و دراز میکنم پیش شما جوونا و برادرها، التماستون میکنم چون اونو دوست دارم. ای جوانهای تهران بیاین مهدی رو کمک کنین، ای جوانهای تهران پسر فاطمه غریبه، ای جوانهای تهران مهدی فاطمه بیگزه. جهات تقوایی و ورعیتون رو حس کنید. ما اینقدر جوان داریم توی دبیرستان‌ها و دانشگاه نگاه نمی کنن بی دختر، جوان هستن تو همین تهران نگاه نمی کنن. ای جوانهای عزیز تحصیل میکنید یا بی بندوباری درس میخونید یا مثلا گفتن به دختر مردم یاد میگیرید، دنبال دبیرستان و دانشگاه بناس برید یا شانه به شانه ناموس مردم میزنید. بابا اونا حیا ندارن دختراشون رو جمع نمی کنن، شما چرا متنک میگید؟ شما چرا نگاه میکنید؟ شما چرا قاطیشون میشید؟ شما چرا شانه به شانه شون میزنید؟ میدونی بهت میگم دنبالی برنامه نباش. چرا؟ به جهتی که یه وقت میبینی تو همین خیابون امیریه یا بالاتر یا پایینتر یا تو خیابونای تهران همون ساعتی که شما دنبال شهمد رانیدی تو همون خیابون مهدی فاطمه داره قدم میزنه. من دلم نمیخواد تو جوون شیعه رو تو حال پسر فاطمه ببینه دلش خون بشه. به خدا نفرین امام زمان لازم نیست، کدورت قلب امام است نفرینه، تأثر قلب امام زمان نفرینه. جوانای کاری بکنید دعای حجت ابن الحسن بدرقتون باشه. جوانهای عزیز یک کاری بکنید خوشحالی امام زمان بدرقتون باشه. مادرها خواهرها یک کاری
های جوان تهران یک کاری بکنید